این تالار مخصوص زنانه در یکی از فیتنس کلوب های دوشنبه است. دختران یکی برای لاغر شدن، دیگری برعکس برای وزنگیری، اما همه برای تقویت سلامتی به اینجا می آیند. کیمیا چند ماه است که اینجا مشق می کند و می خواهد زیبایی اندامش را نگه دارد و بهتر کند. من به حیث مدل کار میکنم و بسیار مهم است که وزنم را نگاه دارم. پیش از انتخاب کردن زل من هم بسیار جایها رفتم، مقایسه کردم. زمان اینجا آمدن اینجا تخفیف هم بود. من اینجا را انتخاب کردم و از آن راضیم. موهستان 3 سال باز مخلص تالاری ورزشی است. میگوید اگر خواهش باشد وقت و پول پیدا می شود. به خاطر سلامتی مشق میکنم. مدت 3 سال است مشق میکنم. تقریبا وزن ما 67 کیلو 77 کیلو. اما بخواهی هزار طریق میتونی که صرف کنی سو زل بیایی. یکی از ویژگی هایی که حالا در این و اکثر دیگر تالارهای ورزشی یا فیتنس کلوب های دوشنبه دیده می شود، این جدا بودن جای مشق زنان از مردان است. کارمندان ساحه میگویند این کار را با طلب مشتریان کردند. چون که بیشتری زنها نمیخواهند در بین مردها نیز مشق کنند و برای همین ما فکر آنها را کرده باز یک جای برای آنها باز کردیم. تجهیزات ورزشی که برای زنها لازم است آنها در اینجا هستند زنهایی که زیاده از 50 سال زیاد دارند، یعنی برای سلامتی خود به زل آمده ورزش میکنند و میخواهند که سلامتی خود را خوب باز دارند. شمار تالارهای خرد و بزرگ ورزشی در دوشنبه تا رفت بیشتر می شود. وابسته به شرایط و خدمت رسانی ارزش مشق در آنها هم فرق می کند. در تالارهای ورزشی کلانتر که حوض شناوری دارند و با دستگاه‌های مخصوص معاصر مشق بدن مجهزند، آبونه ماهانه از 800 تا 1000 سومانی بالاست. مشق‌های با نرخی از 400 تا 600 سومانی هم هستند. نیگوره که میخواهد وزن پرتاید در خانه مشق میکند. برای رفتن به تالار ورزشی شرایط ندارد. از اینترنت مشق اسکچات کردیم، رویم واچ میکنیم، رقص است و مشق رویم اجرا میکنیم. در اینترنت بسیار گفتم چیزا برای خراب شوی. بعد ما دامی دسترستر کورسی دیتولوگ غلطید 180 سوم 21 روزش خریدم. باوی هم خراب میشه. اینه که دیرتر مثال اگر نرخ فیتنس کلوبا دسترس می بود با ما باوی ممکن تزتر خراب میشه. تحلیلگران ساحه نسبتاً گران بودن نرخ تالارهای کلان ورزشی و کمبود مربیان کسبی را از مشکلات این سمت مینامند. متخصصان سطحی درجه بالا و دوم این سوم میباشد. اگر حقی سوم مشق کردن همین تالار کمی پستر میشد که نفران عادی که پدر و مادرشون یا خودشون اونقدر معاش خوب نمیگیرن میتوانند اونجا رفته و برای آنها مشکل نمیشود زندگی را پیش بردن. با گفته کارشناسان در مجموع سالهای اخیر توجه ساکنان به ورزش و نگاه‌وبین بدن خود بیشتر شده است. آنها برینند که ساعت‌های دراز کار سبب کم قوتی جسمانی و افسردگی می شود و تمرین در فیتنس کلوب می تواند این خالیگاه‌ها را پر کند.